بعض علایم در بدن میتواند بسیار خطرناک باشد دوستان عزیز و نادیده گرفتنش هم ممکن است که جان شما را به خطر بیندازد. علامت های مهمی که نیاز به مراجعه فوری شما نزد یک دکتر دارد، من براتون میگم دوستان عزیز. درد شدید در قفس سینه است. درد شدید قفس سینه ممکن است که هارت اتک باشد دوستان عزیز، یا حمله قلبی. ضعف ناگهانی یک طرف بدن است که ممکن است نشان دهنده استروک و یا سکته مغزی است. تنگی نفس شدید است و تبی بسیار بلند و دوامدار. خونریزی های غیر طبیعی. توصیه ما به شما است که به شما از دوستان عزیز که اگر علائمی را که نام گرفتم شما در وجود خودتون احساس کردید هرگز نادیده نگیرید و در صورت مشاهده که فوراً به یک مرکز صحی و نزد یک دکتر مراجعه کنید. تأخیر میتواند که بسیار درد خطرناک باشه براتون دوستان عزیز و تشخیص زود هنگام میتواند که جان شما را نجات بدهد. اگر سوالی دارید در کامنت بنویسید. صفحه ما را لایک و فالو نمایید.